دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما قال ولا تنظر man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Titik segede kelapa.